یه دقیقه این ویدیو رو رد نکن. برای توی که دوست داری کوکتل درست کنی خبرهای خیلی جذابی دارم. تو روز گرم تابستون که هنوز توت فرنگی در دسترسه، درست کردن یه همچین کوکتلی واقعا عالیه، خیلی لذت بخشه و من بهت پیشنهاد میکنم حتما درستش کنی. و در ضمن این کوکتل رو هم میتونی با الکل و هم بدون الکل سروش کنی، هر دوتاش جذابه و واقعا مزه جالبی داره. پس بزن بریم با هم دیگه درستش کنیم. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم روز تابستونی بسیار خوبی داشته باشید. امروز اومدیم با هم یه دونه کوکتل خوشمزه درست کنیم که موادش توی این فصل راحت به دست میاد. همونطور که تو تصویر میبینید اولین محصول ما توت فرنگیه، دومیش آب لیموه و سومیش هم شربت شکر و آبه که خودم درستش کردم. اولین قدمم تو ساخت کوکتلمون اینه که توت فرنگی ها رو به اندازه ریز خورد کنیم و بذاریمشون کنار. همونطوری دارین داخل تصویر میبینین من اومدم یه تعدادش ریز خورد کردم برای اینکه بتونم داخل یخمون استفاده کنم و یه سریش هم درشت خورد کردم برای تزیین کار. حالا میتونیم بریم سراغ مراحل بعدی که مخلوط کردن این مواد هستش و گذاشتنش داخل ظرف سیلیکونی تا بذاریمش توی فریزر و یخ بزنه و بتونیم ازش استفاده بکنیم. اول نوبت اضافه کردن شیر است. هر چقدر که دوست داریم میتونید اضافه کنید و این اختیاریه. حالا میریم که توت فرنگی خوشمزمون رو بهش اضافه کنیم و دوباره شروع کنیم به هم زدن. حالا نوبت اضافه کردن آب لیموه که این آب لیمو کارش اینه که یه مقدار طعم معتدل ترش میکنه و نمیذاره دل زیاد بزنه. بعد از اینکه کامل هم خوردش وقتش که قالب سیلیکونیمون رو بیاریم و پرش کنیم از موادی که درست کردیم. من از قالب ستاره استفاده کردم، شما از هر قالبی که دوست دارید با هر شکل و شمایلی که هستش میتونید استفاده کنید و اختیاریه. خب حالا یه مقدار این قالبمون رو تمیزش میکنیم، جایی که ریخته رو بعدش به مدت 2 ساعت میذاریمش داخل فریزر تا کاملا یخ بزنه و آماده بشه برای یک کوکتل بسیار خوشمزه. 2 ساعت به این یخهای خوشمزه‌مون استراحت دادیم. بعد از 2 ساعت اومدیم کاملا یخ زده و حالا وقتشه که از قالب درشون بیاریم و شروع کنیم به آماده کردن نوشیدنیمون. خب دیگه وقت درست کردن کوکتلمونه، میریم که داشته باشیم یه کوکتل بسیار خوشمزه. بعد از اینکه جامدات رو با هم دیگه ترکیب کردیم نوبت ریختن ودکا میرسه. البته این کار کاملا اختیاریه. و بعد از اونم نوبت آبگازدار خوشمزه‌مونه تا نوشیدنی ما رو تکمیل کنه. نوشیدنی بسیار خوشمزه ما آماده شد و حالا میتونید نوش جان کنید. فقط لایک و سابسکرایب یادتون نره.